این دو نفر در حدود 50 سال کاری کردند که 1 میلیون خارجی در خدمت ما ایرانیا باشند و برای ما ایرانیا کار کنند. آمریکایی، اروپایی، آسیایی، آفریقایی. این دو نفر در حدود 50 سال کاری کردند که 10 میلیون ایرانی مجبور بشن کشور رو ترک کنن و برای خارجی‌ها کار کنن. این دو نفر در حدود 50 سال کاری کردند که پول ایران 7مین پول قدرتمند جهان باشه. این دو نفر در حدود 50 سال کاری کردند که واحد پول کشور جیبوتی، گینه بیساو، از پول ایران قدرتمندتره. این دو نفر در حدود 50 سال کاری کردند که پاسپورت ایرانی جزو 10 پاسپورت معتبر جهان باشه. این دو نفر در حدود 50 سال کاری کردند که اگه ما ایرانی‌ها بخوایم بریم به افغانستان باید تو صف وایسیم و ویزا بگیریم. این دو نفر در حدود 50 سال کاری کردند که قیمت‌ها ثابت باشه، حدود 2 دهه. دلار، خوراکی، زمین، خونه، کرایه خونه، ماشین. این دو نفر در حدود 50 سال کاری کردند که از فردای قیمت‌ها ما خبر نداریم. این دو نفر در حدود 50 سال ایران رو به 5مین قدرت اقتصادی جهان تبدیل کردند. این دو نفر کاری کردند که ما میگیم خدا رو شد وضعیت ما از کره شمالی و عراق خیلی بهتر. کی میخوایم بیدار شیم؟ کی میخوایم یکم بفهمیم؟ عمرمون رفت، یکم فکر کنیم.